میخوری؟ بیا بخور. بخور دیگه. بخور. تو هم شول شده. تو چی؟ تو میخوری؟ بخور. نمیخوری؟ شما چطور؟ شما میخواین؟ بفرم. ماینکرافت یه بازی خیلی شیگولی پولی و معمولیه، ولی من راهی پیدا کردم که این بازی رو قابل فشار خوردنش کردم و کاری کردم قشنگ دهن آدمو سرویس کنه. مثلا امروز تو این ویدیو قراره بیایم مانیتور بازی رو رسما به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم. قسمت پایینش رو اصلا ما نداریم، یعنی قسمت اصلی جایی که اینونتوری ما هست رو اصلا نداریم. کل محتویات این چنل روی خود من و فضای اینجا اجرا میشه و ما توی چالنجای گیمینگی که داریم اصلا مادی ریسورس چیزی رو خود بازی نمیزنیم. بیا اصلا خودت ببین، اینا همون مادی ریسورس نمیزنیم. من با کاغذ صفحه رو نصف کردم. خب فعلا کاغذ رو نمیزنیم. من اصلا ببینم بچه گوی بخورم. دیفیکالتی هارد که هارد دیگه نه، هاردکور. اسم بوردمون هم میذاریم فرج نوشتم، همون فرج خوبه، فرج الهی. خب کرییت میکنیم بوردمونو. این کدوم میشه نصفش؟ واقعا نصف. فکر نکنین کانتنت تو اینجور چیزا من نشونتون میدم، یه پشت صحنه چیزی میگیرم نشونتون میدم. به از کجا هم شروع شد دهنمون سرویسه. اینم چسب، اسکین خودم هم هست. آره دیگه نت وصله. خب من الان نمیبینم اصلا هیچ جاییمو. خدا ذلیل شدیم با این کانتنتامون. الان توی اینونتوری یکیم، توی یک چوب قرار داره. بعد اینجوری برای خودم من بگیرم، نگاه کنی اصلا من هیچ جا رو ندارم رسما. پایین اصلا هیچ قسمتی از اینونتوری رو ندارم، فقط اینجا رو دارم. اینجا رو من فقط میبینم. الان توی دست من روی شماره 1 اینجا چوب وجود داره، درسته؟ آره چوبه، بگیرش دیگه. خب الان ما باید این چوبو فهمیدم چه جوری باید شماره 1 رو که بزنی، هر جا بزنی مثلا میاد اینجا. ای وای اینجاست، درسته؟ بذار یکم تمرین کنم. ماشاءالله به خدا صفحه نصفه است. کوش چش خودم زدم. کی اینجاست. الان من همه اینو میندازم رو چیز دست یکم. 1 2 کجاست؟ یه کوچولوی صفحه رو اینجا میبینم، اینو میفرستیم 2. یکی پیککس رو میذارم مثلا رو 4. خب الان 4 رو بزنیم پیکک باید دست من باشه. آره پیککس هستم. باید بریم چوب بکنیم. وای چوب، وای ریدم، مغزم ریده. سنگ. اگر هنوز با محتوای چنل من آشنا نیستی، من یه اسکلم که میام توی یوتیوب چالنجای خاص گیمینگ روی خودم اجرا میکنم و ریسورسی مالی هم نمیذارم، همونجور که اول ویدیو گفتم. یعنی خودن خودم رو سرویس میکنم. سنگ. اگه تعداد ویدیو به 100 تا برسه، پارت بعدی ما فقط 1/4 صفحه رو داریم. حالا مثلا سمت راست چپ اصلا نداریم، که این یه دهن سرویسی بیشتریه. هدف ما از چالنجامون چیه؟ اینه که ببینیم چقدر میتونیم توی این شرایط خاصی که برای خودمون فراهم میکنیم زنده بمونیم توی اون بازی. شاید هم حتما چیز نباشه این که چقدر زنده بمونیم. شاید مثلا بگیم چالنج سریع ترین مرگ توی ماینکرافت رو بشکنیم رکوردشو، معلوم نیست. خب الان تبر شماره 4 بود دیگه. آره باید حفظ و قدرت حفظمون بالا باشه. برای من اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. الان فقط خوش شانس باشیم یه ویلیج غذایی چیزی. من توی این یخبندونه توی سگ سرما من الان
وای جونم هم کم شد. غذا هم نمیدونم اصلا صدای مرغ بود. تخت نیاز دارم. هاردکور خیر سرم. بمیر نمیبینم تو رو. باید الان برم دنبال چی بگردم من دقیقا خدا میدونه. من هیچی نمیبینم. چرا قسمت اصلی صفحه خوب آبت کم بود، نونت کم بود. زغال میخوام گور خودم رو بکنم باش. پیککس کدوم بود؟ پیکسک میگم. F4 F5 رو بزنم ببینم اصلا چه گویی دارم میخورم. این شمشیر، این پیککسه، شماره 2 پیککسه. در حال ما به یه سرپناه چیزی نیاز داریم دیگه. اینجوری من نمیتونم تو هاردکور همینجور دووم بیارم. باید با چوبی خاکی چیزی. بیل کدوم بود؟ بیل 3 میشه دیگه. من اسیر غم هستم. پنجشنبه فریبم داد، جمعه آزارم میدهد، از شنبه نفرت دارم. بر تو کزت، ای من کیرم تو. ما به حیوان نیاز داریم. غذا میخوام. بعد پایینمو خیلی بپام، اصلا نمیبینم چه خبره. چی بود؟ فکرم گوسفنده. میگم با تو هم لایک کردی؟ بپرم پایین خودمو خلاص کنم. نظرتون چیه؟ نه کانتنت میخوام. کانتنت نیاز داریم. مرغ کدوم بود؟ همین بود. این چی بود؟ تبره؟ یه گوسفند نیست اینجا؟ خب دهنم شب سرویس میشه. این تبره؟ آره. نه تبر نیست. این چی؟ این تبره. داره شب میشه، دارم به گا میرم. بدبخت شدم، بیچاره شدم. بذار یه جا بکنم برم تو زمین. از این بالا میتونم اسمشونو بخونم. سنوبال، کول، ستیک. مجبورم یکی بسازم. میذاریم رو 6. الان من 6 رو بزنم. یک کرافتینگ تیبل میسازه. درسته؟ اینا 6. خب اینو میذارم اینجا. میذارم روی 9. نمیدونم چقدر غذا دارم. حوصله‌ام سر رفت. حس میکنم دارم یه کار خیلی اشتباه میکنم که میخوام برم بیرون. باید برم دنبال ویلیج. همینجور که نمیتونم بشین. چیزی هم بگیرم دستم به گا نریم. ای وای بار کنار. گام شو بار کنار. گا نخور. ویلیجه یا حسین. تموم دیگه. بازی تموم شد دوستان. خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا دیدین. یا خدا عنکبوت کسکش. برو گم شو. آخ جون. غذا، آب. هایرن گولم من ببینم میتونم بکشم. برو. آخی وای نه این وای من ریدم دهن این اسپیدرانه را. رفتم اسپیدرانه شو دیدم میره 2 تا بلاک میکنه، میره تو زمین 2 تا بلاک هم میکنه. باهاش میتونی آیرن گولم رو بزنه بکشه. هیچ کاری هم نمیخواست بکنه. من خواستم ازش تقلید کنم چون نمیتونم بلاک بردارم. دهنم با این سرویس شد. الان من چی بگم به اسپیدرانر؟ من باید چی بگم؟ فقط یه چیزی میتونم بگم. خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا دیدین. دیگه ازم نخواین پارت بعدی بذارم که البته 100 تا ویو بخوره میذارم. 100 تا ویو بخوره این ویدیو میذارم. پارت بعدی رو مجبورم. قول دادم بهتون. خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا دیدین. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشین دوستان و حرف دیگه نمیمونه. لایک کامنت فراموش نشه تا ویدیو دیگه. خدا نگهدار.